Jag tog rampen خالیه سرز و سفید و آبی من میزنم تو در زمین هوا میره درد دلم با تو بشنو چند جمله بگم با تو بگم چه روزای سختی رفت و سخت‌تر اومد پدر وقتی رفتم از در اومد قبل فوت پدر من اوضاع همین بود مشکلات ما همیشه در کمین بود در هر قدم یک دشمن من از ترس اعتماد رو در خودم کشتم با خشونت به من میگفتن خوش اومد منم از این رفتارها خونم به جوش اومد ما دیگه همه چی رو از دست داده بودیم سرمون کلاه رفت ما چی ساده بودیم به یاد روزی میافتم که با دستم بابای خوبم رو میگرفتن اصلا. خیلی جالبه که اصلا کلا رپ از درد شروع شده، یعنی این خیلی مهمه، این موضوع خیلی مهمیه که رپ از سیاه‌پوستا از درد شروع شد. چرا؟ چون اذیتشون میکردن به خاطر تبعیض نژادی، به خاطر فقط رنگ پوستشون، میدونی؟ بر دوران بردهداری، دوران اسارت، همه اینا باعث شد که اینا سعی بکنن که با یه چیزی به مردم نشون بدن که بابا ما سیاه هستیم، خب که چی؟ بالاخره ما هم انسانیم. و این باعث شد که اینا شروع بکنن و این موسیقی شروع شد و هیچ کسی فکر اینم نمی‌کرد که موسیقی رپ اینقدر بخواد بزرگ بشه. چرا تو خودت نگاه میکنی به چی؟ منم مثل تو ندارم دیگه پولی به چی؟ فکر میکنی فقط تو اسیر غم و غصه ای؟ بذار به تو نشون بدم همون پستری از بچه ای گرسنه که در حال مردنه، یک لاشخور که هست در انتظار خوردنش. یا نگاه کن به اون سو که لازمه، بچه هایی که شدن دچار سوء هاضمه. یا منو ببین چرا راه دور بریم، برو از تاریکی همه چی رو تو نور ببین. خیلی یا سر خاک پدریخت نشک تمیز و ولی چهه نشون دادن خشم انسان، حالا جای این که بیان دست یتیم رو بگیرن میخوان من پست و ذلیل بمیرم. من زندگی سختی داشتم و شاید خیلی سخت، خیلی هم هستن که از من بدترن، ولی من میدونم که همونایی هم که از من بدتر داشتن توی زندگیشون، از سختی‌های بیشتری داشتن، با آهنگای من اون سختی ها رو احساس میکنن، ولی آخرش اینه که باید به این فکر بکنیم که ما باید موفق بشیم. من توی یکی از آهنگام به اسم درد دل میگم که آره کمر من زیر این بار خمیده شد، ولی قدرتی توی وجودم دمیده شد. من به آینده های روشنم اعتقاد دارم، چون که آینده ها هم که به من اعتماد دارن. آینده ها به من اعتماد دارن، میدونن که میرسن بهشون، چون توی قلبم، توی وجودم به این ایمان دارم که من به اونجا میرسم. روی این حساب منم تنها تلاشم اینه که بتونم به مردم بگم هر چی هست، هر سختی هست، هر مشکلی هست، ولی آخرش اینه که زندگی، ما ایرانی‌ها میگیم این نیز بگذرد. چیزی که از ایرانی بودن باعث افتخار منه اینه که توی دنیا الان هر جایی رو که نگاه بکنی، موفق ترین و قوی ترین کسایی که الان حالا باعث بانی پیشرفت، حالا از لحاظ اینترنت بخوای حساب بکنی، از لحاظ دیزاین بخوای حساب بکنی، از لحاظ نمیدونم فضانوردی بخوای، از هر بابتی که بخوای مثلا نگاه بکنی ببینی که یه ایرانی توش نقش داشته. خب این همه کشور تو این دنیا ولی یه ایرانی توش نقش داشته. این نشون میده که خب ما ایرانی‌ها یه مایه‌ای تو وجودمون هست، یه چیزی هست که باعث میشه که اینجوری میدونی با اون قدرت خودمون بتونیم به خیلی چیزا برسیم. باز این برمیگرده به این که از دیدگاه من ایرانی بودن یعنی چی. مثلا کوروش کبیر کسی بود که اولین کتیبه حقوق بشر رو درست کرد واسه مثلا صلح جهانی، خب که الان هم همه جا ازش دارن حرف میزنن. وقتی که آدم به این فکر میکنه، خب میبینی که ایرانی هستی و این تاریخ توه و تو این بودی، نیاکان تو اینا بودن، خب به خودت ایمان پیدا میکنی. ولی ایمان پیدا کردن باید چجوری باشه؟ اینکه فقط غرورمون به این نباشه که ما گذشته خوبی داشتیم. ما الان باید واقعا تلاش بکنیم واسه اینکه واسه 7000 سال دیگه، واسه 2000 سال دیگه ما هم توی
دوره خودمون کوروش کبیر داشته باشیم، رومی داشته باشیم، مولانا داشته باشیم، سعدی، حافظ، پروین اعتصامی، میدونی اینا رو داشته باشیم که واقعا افتخار بکنیم که بابا ما ایرانی هستیم. اگه همینجوری با همین روندی که الان داریم پیش میریم بریم جلو، مسلما فکر نمی‌کنم بتونیم اون کسایی که واقعا از گذشته‌های روشنی که داشتیم الان داریم صحبت بکنیم. ولی برای آینده چی؟ برای آینده اون گذشته‌ها دیگه گذشته و هیچی هم فکر نمی‌کنم دیگه از اون آثار تاریخی ما اصلا باقی بمونه. ایرانی بودن یعنی اینکه ما بدونیم کی بودیم و بدونیم که اون کسایی که این گذشته درخشان رو برای ما درست کردن کی بودن و اخلاق و رفتار و منش اونا رو یاد بگیریم و دوباره با همون مسیر بریم. واقعا حال میکنم که ایرانیه. هیچ وقت هیچ جاییم که برم خجالت نمیکشم از اینکه حالا به خاطر یه سری اتفاقایی که افتاده بخوام بگم که نه من ایرانی نیستم، یا بگم مثلا من پرژنم. اول میگم من ایرانیم، بعدش میگم من فارسی هستم. یعنی افتخار رو بسیم. گوش بده تو بگم به تو نیتمو، دارن از بین میبرن هویتمو. تاریخ خاک سرزمین آریایی داره فریاد میزنه تا ما بیایی. پس حالا وقتشه بشنوی که ایران وطن من، همون کشوری که بعد 7000 سال ایران سرباز، هنوزم دل ایرانیان دریا. رشته هم وطن من اینو از یاد که واسه وطنم منم سرباز. به دست پرچم ایرانو بگو نگین دست هستی ایران بدون. اعتراض من میشه مثل گلول شلی، بیا با هم بخونیم سرود ملی. خواهر و برادر من ای هموطن، تمدن ایرانی ها هست در خطر. همه ما سربازهای زیر پرچمی، نمیذاریم